با فکر شما همچون یک دانشمند علم فلسفه، همچون یک شاعر سرشناس، معنی انسان چی است؟ یعنی انسان بودن چه رسالت است؟ انسان بودن آبادکار بودن، منفعت رسان بودن، به کسی منفعت رساندن که اندک از بیشتر از فرق نمی کند. نام پاک باقی گذاشتن تا بعد از شما نسل های شما، اولاد شما از شما خجالت نکنند. مادر علم چی است به فکر شما؟ مادر علم اندیشه است. در زندگی چی است که شما را ناراحت می کند؟ مختصر بگویم درشتی، بی‌ادبی. میدونین بی‌ادبی در روزگار ما، من از شنونده ها بسیار خواهش میکنم دقت کنند که هر روز از دست بی‌ادب مشخصاً در راه های تاجیکستان چندین آدم از دنیا می رود. یعنی صدمه در نتیجه بی‌ادبی. بله درست میگید. چی را میبینید که شما را خوشحال میکند؟ خب در کوچه است، خیابان است، گلگشت است، حالا هر جا که هست مهم نیست. آبادکاری را میبینم خرسند. من اینقدر مکتب ها، اینقدر کاخ های فرهنگ، این خانه ها، کوچه ها، راه ها، من در یک گوشه تاجیکستان، در یک قشلاق دوری مسجد مردم جمع میشوند، یک کوپرک میسازند. اون کوپرک 4 متر است، 10 متر است. از همین خرسند میشوند. از اون خرسند میشوند که در یک گوشه جهان یک کودک تاجیک بیرق تاجیکستان میبردارد، میگه که من در المپیادا غالب شدم. از اون پهلوانایی که پهلوانی کاری آسان نیست، غلبه میکند. کمتر پهلوان است که وقتی که چمپیون جهان میشود گریه نکند، نعره نکشد. این نعره زحمت های چندین سالش است. پرچمش میبردارد. رسالت یک روشنفکر چی است؟ اصلا روشنفکر بودن یعنی به اون معنای علمیش که زیایی میگویند، اینتلیگنت میگویند، یک چیزی بسیار مشکل است. متاسفانه ما با این چیز در تعلیم، در برنامه های مکتب ها، در برنامه های مکتب های عالی کمتر دقت کردیم. اصلا زیایی یعنی اینتلیگنت این محوری امو شاه ستون هر ملت است، شاه ستون انسانیت است. در کدام لحظه ها از یاران رفته یاد میکنید؟ این یک سوالی است که واقعا هم درد دارد هم شیرینی دارد. میگوید که ما خاک یاران بر سر فشاندیم. این گونه عادت در ملت ما بود. شاید امروز هم در بعضی جا باشد که وقتی دوستش را به خاک میسپارد، از خاک مزار او در چند گردی در سرش میپاشد به نشانه ماتمدار بودن. ما خاک یاران بر سر فشاندیم تا خاک ما را ریزد که بر سر. دنیای رفت و آمد هست. اما یکی از داغ‌هایی که برای هر انسانی که چی بودن دوست را احساس کرده است، لذت دوستی را چشیده است، از دست دادن دوست تلخ است. و وقتی من به یاد میارم دوستانی را که اون کاری که اون دوست میکرد دیگر کردن نمیتواند، این گونه میشود. از مادر سخن در یاد شما مانده است؟ این هم یک قصه بسیار مشکل. این کلمه که شما تلفظ کردید این خودش معجزه هست. و مثلا وقتی ما شعر مادر می نویسیم، یک سراینده می سراید و مردم گریه میکنن، ما اندیشه میکنیم که این شعر خوب من نوشتم، شاید تاثیر شعری من باشد، اما اصلا اعجاز این کلمه هست. کلمه خود کلمه مادر هست. لهجه ها یک کلمه هست، میگه قرص زر میگه در زبان روسی، این سمرادق میگه، یعنی یک موجوده که طلای خالص است. طلای خالص چنین معنی دارد که نقصان در وجود یا وجود ندارد. مادر من این گونه آدم بودن، آدمی بودن که بغیر از فرزنداش، بغیر از خانه خودش، بغیر از پدرم دیگر اندیشه، دیگر آرزو، دیگر هوسی نداشتم.
مادر من دعا میکردن، پدرم دعا دسترخوان دعا میکنن، دعای سنتی میکردن پدرم که این وای مادرم دعا میکرد ای خدا شکرانه نعمتی که دادی، ای خدای جون همین مردم دنیا را همش بده سیر که کسی در همین دنیا کسی چیزی میخوره بگیرد بخورد سیر شود، سیر کرد بحث کند، بحث کردگی همین آدم را بعد همین بچه‌های من بایمانه بته. این خیلی یادشان گرامی بود. ضعفی داره استاد؟ این خیلی بوده نمیتواند که انسان کامل باشد، به نقصان باشد. بله من به قول بزرگای ما شاید سراپا از ضعف عبارت باشم، اما یک نکته وقتهای اخیر بسیار مرا ناراحت میکند که ما در کریدورهای اینستیتوت شهرشناسی مسکو صحبت میکردیم، میگشتیم، خرسندی میکردیم، اینقدر فراست پیدا نکردیم که استاد باباجان غفورов اینجا از کابینتش در آمده همونجا سلام علیک کنیم و از اون آدم شاید یکان سخن میشنیم، شاید یکان گپ میگفت برای ما، اما این وقتا که اندیشه میکنم که چه چیزهای شاید اون انسان برای من میگفت. بله. عمر به چی میماند؟ اون تشبیهی که کردن بسیار تشبیه زیبا هستند، به مانند اینکه آبی روان میرود و تیر میرود و من این وقتا آخر گفتم که مه میرود، مه میرود، کم میشود، زم میشود. قاعده مهتاب این است. درست است. مه میرود، مه میرود، کم میشود، زم میشود. عمرم برای مه روان زم میشود، کم میشود. دریغ که مانند عمر مهتاب نیست، عمر ما که باز گشته باز زم شود، کم شود و زم شود. اون چیزی که بسیار چیزی کهنه است، بسیار چیزی قدیمی است، همه گفتند دریغ که بسیار زود میگذرد.